السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم آن میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج دماند است با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ آی ملا هم نیست بیچاره، اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی داره؟ گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین، بلکه این ملا خوب میشد که مردم میخیزانید، از جاش میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه امین مراسم ها از اسلام هستند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد، هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیر برنج مانده باشد همون را به مردم ده، بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد، روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیر برنجش خیزین نه پیش دیگرش، بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیرید. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین.